با توجه به اینکه اشاره‌هایی هم کردید به مسائلی که توی اون سالها به وجود اومد، مثل چدن، مثل فولاد، ولی مصالح دیگه‌ای هم آیا بود که توی اون سالها به وجود اومد و وارد معماری شد یا نه؟ بله مسلما که بود. اول از همه خب مهمتر از همه بتون، ولی من می‌خواستم حالا قبل بتون خدمتتون عرض کنم که اصلا خب ما بالاخره یه سری امکانات رفاهی حتی تو خود ساختمون داشتیم که مثلا در نیمه قرن 19 آسانسور اختراع شد. آسانسور تو همون آمریکا اختراع شد، تو مکتب شیکاگو اختراع شد و یه اصلا تحول شگرفی بود. اون موقع آسانسورها اپراتور داشت، یعنی شما وقت سوار آسانسور می‌شدی کسی در اون آسانسور نشسته و شما رو تو طبقات جابجا می‌کرد. و حالا مهمتر از اون شاید میشه بگی بتون بود. بتون اولین بار برای ساخت یه گلدون استفاده شد. بتون اولین بار برای ساخت یه گلدون توی انگلیس استفاده شد. یه گلدون رو تونستن بتون ریزی کنن به قالب، موفقیت آمیز بود و بعد از اون به صورت به اصطلاح نمادین برای ساختن یه حالت تندیس یه قایق به اصطلاح ماهیگیری رو اومدن بتون ریزی کردن و ساخته شد. بعد از اون اولین کسی که ما می‌بینیم بتون توجهش رو جلب میکنه و اینو وارد معماری میکنه آقای آگوست پره است. آقای آگوست پره یه معمار فرانسویه. این خدمتتون عرض کنم یه مقدار عقب‌تر بریم نگاه کنیم. ما مکتب شیکاگو رو که گفتیم، همزمان با مکتب شیکاگو که یه تحول مدرن توی قاره آمریکا بود، ما تو اروپا تحول نهضت هنر نو رو داریم. یعنی اون نهضت هنر نو با مکتب شیکاگو در یک زمان شروع کردن به وجود آمدن تحولای شگرفی توی معماری. نهضت هنر نو توی اروپا زمانی شروع شد، حالا این آقای آگوست پره رو داشته باشید برای بتون، یه قدم خیلی کوچیک بریم عقب. ما سال 1870 می‌بینیم که دولت انگلیس تصمیم می‌گیره یه نمایشگاه بین‌المللی برگزار کنه. این نمایشگاه بین‌المللی قرار بود با حضور کشورهای مختلف دنیا به اصطلاح به عرصه پا بذاره. برای به اصطلاح این نمایشگاه خب اولین چیزی که لازم داشتن مکان نمایشگاه بود. مکان نمایشگاه به مسابقه گذاشته میشه. ببینید اینجا ما مثلا کل دنیا تازه وارد دوره مدرنیتی شده، یعنی هنوز حتی چشم انسان‌ها عادت نداره به دیدن مصالح سبک مثلا فلز و شیشه و این چیزا. این مکان به مسابقه گذاشته میشه و معمارای مختلف شرکت میکنن. برنده مسابقه آقای جوزف پاکستون بوده. جوزف پاکستون پدرش باغبان بوده، خودش یه به اصطلاح شغلش ساختن گلخونه بوده، گلخونه میساخته. به تبع خب میشه حدس زد که گلخونه ساختنش احتیاج به یه سری فریم فلزی داره و یه سری جام شیشه‌ای که روش قرار میگیره. آقای جوزف پاکستون تو طرحی که میده دقیقاً این نمایشگاه، ساختمون این نمایشگاه رو میاد یه گلخونه بزرگ تصور میکنه و با همین سیستم که بعدها بهش گفته میشه معماری هیچ میاد یه گلخونه، شما تصور بفهمید یه گلخونه بسیار وسیع مثلا 80 متر در 100 مثلا در 120 متر به اصطلاح تصور میکنه اینو و این طرح رو ارائه میده. این طرح برنده میشه، شروع میکنن به ساختن. تقریبا میشه بگی اون مقدار شیشه‌ای که از کارخونه برادران چامس میخرن برای ساختن این گلخونه معادل تولید 10 سال قبل، از 10 سال قبل تا همون موقع کارخونه شیشه برادران چامس بوده و مقدار زیادی به اصطلاح اون تسمه آهنی، پروفیل آهنی خریداری میشه و این بنای عظیم ساخته میشه و شگفتی بوده برای اون دوره، برای همه دنیا که شرکت میکنن. حالا این نکته کوچیک هم که اینجا داره اینه که دولت ایران هم شرکت میکنه تو این نمایشگاه بین‌المللی که در کریستال پالاس انگلیس یا قصر بلوری توی انگلیس برگزار شده. مظفرالدین شاه قاجار به دعوت ملکه انگلیس ایشون هم شرکت میکنه تو اون مراسم و این تحولی بوده که اصلا انسان‌ها متوجه بشن شاید ساختمون به چشم دیگه هم میشه دید. همیشه ساختمون نباید سنگین باشه، بناش با آجر یا سنگ یا هر چیز دیگه باشه. و حالا بالاخره اگه بخوایم بیام جلوتر میرسیم به همین آقای آگوست پره. آگوست پره استاد آقای لوکوربوزی بوده. آقای لوکوربوزی تو دفتر آقای آگوست پره کار میکرده. آگوست پره اولین بار بتون میاره توی ساختمون، آزمایش میکنه،
تیرهایی که می‌خواسته بریزه با قالب بندی با بتون میریزه، ستون‌ها رو با بتون میریزه و واقعا جواب میگیره. شاید اون ساختمون اگه ما بخوایم ببینیم امروز روز ساختمون آنچنان سر و شکلی نداره، ساختمون زیبایی نیست، ولی یه ساختمونیه که به صورت آموزشی اولین بار تونست با موفقیت کامل بتون رو آزمایش کنه و بتون جواب داد. بتون در ساختمون جواب داد، وارد ساختمون شد و تو اروپا در سطح وسیع ازش مورد استفاده قرار گرفت. این یکی از برکات همون انقلاب صنعتی بود که به ما رسید. و دومیش همون میلگرد بود که بتون مسلح میکرد. بعدها ما تونستیم بتون رو با استفاده از میلگرد مسلح کنیم. میلگرد تولید دومی بود که البته تو اروپا که تونست به ما کمک کنه که ارتفاعات ساختمون رو بالا ببریم، باربری دیوارهای ساختمون رو کم بکنیم و الی آخر. تأثیر انقلاب صنعتی تو تکنیک‌های ساختمانی و طراحی به چه شکل بود؟ عرض به حضورتون نگاه کنیم، ما تکنیک ساختمانی شاید حتی الانم به نسبت اون تحول شگرفی که همون زمان روی داد ما شاید پیشرفت آنچنان نداشتیم. یعنی این سیستم اینقدر موفق بوده، سیستم ساختمانی که توی ابتدای دوره مدرن و پیامد انقلاب صنعتی به وجود اومد، همون سازه فلزی یا فولادی و سازه بتونی بود. این دو تا سیستم ساختمان سازی در به اصطلاح ابتدای دوران مدرن و پیامد انقلاب صنعتی و کمک انقلاب صنعتی به ما داد توی ساختمون به وجود اومد و همونجور که میدونید و میبینید ما هنوز داریم از این سازه فلزی و سازه بتونی تو ساختمون به وفور استفاده میکنیم. به طور کلی انقلاب صنعتی چه تأثیری روی شهرسازی و توسعه شهری داشت؟ تو شهرسازی که بسیار تأثیر شگرفی داشت. خدمتتون عرض کنم، نگاه کنید، اگه ما بخوایم دقت کنیم ما حتی میتونیم همین امروز روز یه ساختمون رو بدون توجه به مدرنیته و اصلا صنعت و انقلاب صنعتی در نظر بگیریم بسازیم. ما میتونیم یه بنایی داشته باشیم، مثلا یه ویلا رو ما میتونیم بیایم الان با سنگ لاشه و مملات ساروج با یه سقف چوبی همین الان هم میتونیم بسازیم. خب این یعنی اینکه بالاخره یه جورایی مدرنیته رو توی معماری حتی همین امروز روز ما اگه نخوایم استفاده کنیم، ولی شهرسازی اینجوری نیست. توی بحث شهرسازی اگه ما نگاه بکنیم به انقلاب صنعتی و به وجود اومدن به اصطلاح اون وسایل رفاهی آسایش انسان از جمله ماشین و خودرو که تحول عظیمی بوده توی اصلا زندگی انسان و ورود خودرو به شهر، ما دیگه خواهی نخواهی اصلا نمیتونیم و نخواهیم تونست که دوباره همون چهره و سیمای قدیم شهرمون حفظ کنیم. ما معماری رو میتونیم یه موقع سیمای قدیمیش حفظ کنیم، به سنت پایبند باشیم، ولی توی بحث شهرسازی اصلا همچین چیز امکان پذیر نیست که ما بخوایم به سیمای شهری دوره سنتیمون، دوره کلاسیکمون یا دوره قبل از اصلا انقلاب صنعتی بخوایم وفادار باشیم. ما وقتی که ماشین وارد شهر میشه به تبع باید استانداردهای شهریمون تغییر بدیم، خیابون کشی داشته باشیم، بدنه‌های شهریمون کامل متغیر میشه، تغییر میکنه به نسبت همین رفت آمد، سرعت رفت آمد چون با ورود ماشین، نه که خود ماشین، سرعت رفت آمدن بالا میره و این باعث میشه که اصلا این تحول عظیمی توی سیمای مغازه‌ها، سیمای ساختمان‌ها، سیمای حمل و نقل، همه اینا توی شهر به وجود بیاد و اجباراً و خواهی نخواهی اولین چیزی که قبل از معماری با توجه به انقلاب صنعتی تغییر کرد چهره شهر بود که به صنعتی شدن نزدیک شد. این صنعتی شدن که تحول انقلاب صنعتی بود خیلی پیامدهای بدی برای شهرهای اون موقع داشت. نگاه کنید اون طبقه بورژوایی که خدمتتون عرض کردم با توجه به اون به وجود اومدن شهر جدید و کارخونه‌ها و نبود نظارت، مثلا اون برای خنک کردن دستگاهاشون میمدن کارخونه‌هاشون رو کنار رودخونه‌ها و منابع آبی بنا می‌کردن، حجم عظیمی از آب رو میمدن تلف می‌کردن برای خنک کردن کارخونه یا استفاده‌های دیگه و بدتر از اون فضولات اون کارخونه‌ها، سرباره کوره کارخونه‌ها، نمیدونم هر چی که اضافات اون کارخونه بود انتقال داده می‌شد به داخل رودخونه، به داخل رودخونه یا اون منابع آبی و این منابع آبی که کثیف میشد، آلوده میشد، مردم دارای بیماریایی میشدن که بعضا یه دفعه می‌دیدی نسل در نسل توی اون شهر باقی میموند. علل خصوص که شهر جمعیتش یه دفعه به طرز شگفت‌آوری زیاد شده بود بابت اون جامعه روستایی که اومده بود طالب کار بود، اومده بود به همون کارخونه‌ها و این جامعه روستایی شاید آنچنان کشش زندگی شهری رو نداشت، خیلی مسائل بهداشتی توش رعایت نمی‌شد
و این باعث به وجود اومدن بیماری‌های واگیردار و فراگیری بود که مثلا می‌بینید نسل‌ها توی اون آدمای انسانایی که زندگی می‌کردن تو اروپا مثلا باقی موند. اینا تبعات بد شهرنشینی بود. در ادامه ما تو معماری مدرن متعالی اون 1900 مثلا 1910 که میرسیم، نظریه هایی که مطرح میشه برای دوری از این کثیفی شهر، حالا علاوه بر کنترل نظارت بر روی این کارخونه‌ها، اینه که مثلا یکی مثل لوکوربوزیه اعتقادش به اینه که ما باید کل فعالیت شهر رو ببریم توی ارتفاع و اصلا از توی ارتفاع حمل و نقل کنیم از این ساختمون به اون ساختمون با وسایل بروز و به جدیدی که به وجود اومده. این لوکوربوزیه میگه که این مسئله باعث میشه که ما از اون کثیفی کف شهر و سیاهی و نور، اون عدم نورگیری اون کف شهر نجات پیدا کنیم. البته این حالا یه خورده آرمان شهره و هنوزم جنبه عملی پیدا نکرده.